به نام خدا. سلام بچه‌ها، من دلتا هستم و خوش اومدیم به یکی دیگه از گیم پلی های من. دوستان همونجوری که اول ویدیو دیدید که من چجوری داشتم شات میزدم، پسورد 4 رقمی و به صورت حالا دونه دونه نوشته شده شما پیدا میکنید و کانال تلگراممون هم لینکشو پایین گذاشتم و دیگه آموزش اینا کلا همونجا هستش که لینکشو تا توضیح دادم. فقط آموزشو ببینید بچه‌ها، حتما وارد تنظیمات بازی بشید. قسمت ادوانسد کنترل اسپرین سنسیویتی اگه رو 50 بود حتما ببردش رو 100. اینو دیگه نمیگم، حتما ببردش رو حالت 100 بذارید. خیلی خوب دوستان، ما بالاخره بعد از 3 روز یعنی رنگ کاپ 3 روز نخوابیدن تونستیم کانکو بگیریم. که دید حالا تو سرورم 354 نفر بودیم و خلاصه کانکو گرفتیم با 1000 تا واقعا پرکلین. حالا خودتون ببینید گیم پلی رو ببینید و بیخیال کاری به اینا ندارم. امیدوارم که خوشتون بنازم. همین اول چه هدی خورد، خیلی خفن میگم بچه. حتما حالا اونایی که کانال ما رو توصیه کردن خودشون میدونن، یادتون نره رو بکوبید. طرف مقابل من واقعا پلیر خیلی خفنیه، خودتون هم بازیش دارید میبینید چقدر خفنه. و حالا من کلا گذاشتم رد نکردم که خودتون ببینید، بعد نگید پلیر ضعیف بود و فلان و نه. پلیر واقعا پلیر خفنیه ولی دیگه در مقابل ما چیکار است. بنازم خیلی عالی، نایس. فقط دیگه بچه‌ها حتما حواستون باشه ان شاء الله تو ویدیو بعدی بنازم جدید تورنمنتی که گفته بودم بچه‌ها داخل ویدیو بعدی میگم جریانش چیه. 725 یوسیه. خوبیش اینه که بچه‌ها تو اون تورنمنت شما دیگه مثلا قرعه کشی و اینجور جریانا ندارید که بخواید داخلش مثلا بگید شانسم امتحان کنم. نه، این دیگه به شانس شما بستگی نداره، دیگه به بازیتون بستگی داره. یعنی شما اگه بازیت خوب باشه میتونید جایزه رو ببری. 720 یوسی راحت میتونید بگیرید. خب حالا طرفو من بزنمش اینجا بیاد دیگه حتما تورنمنت ما شد. ارگومنو موسن چه هدی خورد. نازم خیلی خفن. ایزی نایس. بچه کامنت انگلیسی فراموش نشه، حتما کامنت انگلیسی معنادار باشه. قلب بذارید دمتون گرم. مرسی از اونایی که همیشه ما رو حمایت میکنن. ما ان شاء الله سعی میکنیم چالشامون و فعالیتامون رو بنازم. خیلی خفن و ایزی و نایس. عشق خودتون بچه‌ها میدونن دیگه چی میگم. و امیدوارم از گیم پلی واقعا لذت ببرید. خب دمیج اون جامپ میزنیم این و بذار نمیتونم بزنمش بهش نخورد. بنازم عالی. 6-2 و حالا من اینجا رو رد میکنم هم تایمش زیاد نشه. اینطور بازیش خوبه، طرف میگه پلیر خیلی خفن و عالی. این چجوری داره من دمیج میده، بازیش خیلی خوب و خفنه. ولی دیگه ما دیگه میگم من پرو پلیریم. اینجوری میگم نمیگم من واقعا پرو پلیرم و خیلی بد زارش. یعنی اینجوری میگم که یعنی دیگه خودتون بدونید. آره کارهای خوبی که ما میکنیم یه راحت بهترین کار اینه که شما تمرین زیاد کنید. بد زد. بهترین کار اینه که میگم بچه تمرین زیاد کنید که بازیتون خوب بشه. TDM خیلی خفنه، شما حتما تو TDM بیاید. اون TDM پلیرها داخل کلاسیک هم بازیشون خوبه. حال تورنمنتی که میخوام بذاریم در مورد TDM بچه‌ها ویدیو بعدی حتما میگم جریان تورنمنت چیه. حالا که میگم شرکت کنم هم که نیومدنم هیچ. خیلی خوب بذار ببینم. فقط دیگه بچه پیوی نیاد داخل کانال تلگرام نیاد، چون میگم ویدیو بعدی همه میگم داستان از چه خبره تورنمنت. بنازم عالی. خیلی سخت شد، بازی داره سخت میشه. 8-7 با یه دونه اختلاف جلو هم دیگه واقعا حساس شده، نمیتونم بزنمش. اینم خیلی سخت بود. دمیجم جور دمیج داده حاجی، خیلی دمیجم. بذار بیاد خود پیستول کنه. بنازم عالی. حالا تا تو باشی دیگه پیستول بر نداره. داره پیستول
دست من پیستول برمیده. بشین سر جات بینم بابا کی باشه که منو پیستول کنه. خیلی خوب حاجی بد زد اینم خیلی بد میزنه. میگم طرف جسرش بد نه و بچه خوب بود. آه ببینید یه جورایی داره میزنه. خب ولی دیگه من میزنمش دیگه. من یه درامو خیلی دمه جم بینم میتونم بزن. دیدید ناموسه من این وقت کاور بودم چجوری خوردم. اختلاف هنوز یکیه عالیه ولی سخت شد بچه. امیدوارم که بزنمش. ببینم دمیجه. اوه ببین یو برمیگره خیلی منو دمیج میکنه ولی نمیدونم داستانش چی بود. دو تا دونه اختلاف دیگه. باید سعی کنیم یه ذره محکم بگیریم نذاریم کیل بگیره. یه جوری یه قشنگ هم سلوتورم میدم. من دارم کلا من راش میدم بهشا. بنظرم عالی 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 عالی. بنظرم اختلاف 3 تا شد دیگه. باید محکم بگیریم که بزنیمش. بیا جلو. آجی بد میزنه ها. هد میزنه یعنی سرویس شد خوب میزنه. ببینم اختلاف هنوز 2 تاست دیگه. نمیذارم بره بالا دیگه. بس زیادی گرفت. یه جلو بینم. خب دمیج شدم اصلا اون دمیجی نتونستم بدم بهش. بنازم خیلی دمیج شد. بنازم عالی 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 نایس. اختلاف 3 تا شد. خیلی خوب این دفعه دیگه بزنم دیگه اختلاف خیلی خوب میره بالا دیگه. اون روحیش از بین میره. همیشه یادتون باشه روحیتون رو از دست ندین. هر چقدر عقب باشین هم بازم محکم بگیرید بازتون. من یک حالا یکی نیست به خودم بگید. یا جلو همون بیا. انقدر این ور میکنه آخرش هم چه دمیجی داد ولی بنازم زدمش. خیلی سخت شد. عالیه ولی اختلاف فلان خوبه. امیدوارم که بتونم بزنم آخرش چون وقتی هم نمونده دیگه. بردیم. بیا همو بیا نترس. بیا جلو بیا جلو. بنازم چه خیلی خورد. عالی نایس جی جی. جلو دمجه بنازم. خیلی خوب تمومه دیگه کارش. لفت داد بعدق لفت داد. آقا این هم از گیم پلی امروزمون. امیدوارم که از این گیم پلی لذت برده باشید. تا گیم پلی دیگه خدا نگهدار.